زن دیگه خوابیده، خواب که الهی میخوابید و بیدار نمیشد. حالم خیلی بد شد، ولی تو اون لحظه به خودم اومدم گفتم که اگه الان من اینجا جیغ و داد کنم، بعدم وای میسه جلوی جمع به من میگه تو دیوونه ای، تو مشکل داری، تو روانی، چون قبلا این حرفا رو زده بوده. اومدم از خونه بیرون، گوشی موبایلش رو برداشتم، در خونه رو قفل کردم، زنگ زدم به پدر شوهر و مادر شوهرم و بهشون برگشتم گفتم که پسرتون به من پیام داده که دیگه از این زندگی خسته شدم، درای خونه رو بستم که خودکشی کنم، خودتون رو بهش برسونید، من سفرم. و میگفت خانواده شوهرم به همراه برادرش هر چی زنگ زدن به موبایل دست من بود، جواب نمیدادم. خودشون رو رسوندن خونه، در خونه رو شکستن و اون چیزی که باید میدیدن و به من میگفتن تو مریضی رو به چشم دیدن. بعضی وقتا بعضی از دردها رو نباید تنهایی به دوش بکشید. یادتون باشه بعضی جاها برای اینکه خودتون رو بتونید از یه چیزی خلاص کنین باید یه سری یار هم داشته باشید که هواتون داشته باشن. درد داشت ولی کار به جا به حقی بود. دم این دو